اگه یه شب از خواب پریدی و دیدی گربت بهت خیره شده، به چشماش نگاه نکن. اگه بیشتر از 10 ثانیه تکون نخوره، اون گربت نیست و دیگه توی خونه خودت نیستی. وقتی از اتاق بیرون رفت، باید دنبالش بری. اون راه خروجو بهت نشون میده. اگه میخوای بازم به خونت برگردی، باید این کارا رو انجام بدی. 1. نزدیک گربه بمون و سعی کن گمش نکنی. اگه ازش عقب بیفتی، دیگه نمیتونی راه خروجو پیدا کنی. 2. اگه تو مسیر یهو وایساد و به جایی خیره شد، از جات تکون نخور. اون چیزی رو میبینه که تو حق نداری ببینی. 3. ممکنه صدای آشنایی از پشت بعضی درها بشنوی. بهشون اعتماد نکن. گربه میدونه اونا کجان. فقط وارد دری شو که بهت نشون میده. 4. هیچ وقت باهاش حرف نزن و صداش نکن. اگه صدایی ازت در بیاد، اونا پیدات میکنن. 5. اگه همه قوانین رو درست انجام داده باشی، گربه تو رو به اتاقی میبره که راهنمات توش نشسته. فقط اون میتونه تو رو به دنیای واقعی برگردونه. موفق باشی.